سلام، امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد یکی از دغدغه‌های بچه‌های مهندسی پزشکی و مخصوصا اونایی که میخوان توی بحث تعمیرات تجهیزات دندانپزشکی وارد بشن صحبت بکنیم. این دغدغه خیلیاتونه، مخصوصا یکی از دوستانی که توی یوتیوب به اسم خانم رضایی با ما در ارتباط بود و خیلی دوست داشت که بدونه باید چه مسیری رو طی بکنه تا بتونه یک تعمیرکار در حوزه تجهیزات دندان پزشکی بشه. با من در ادامه ویدیو حتما همراه باشین. دوستان عزیزم، مسیری که خود من در طی این چند سال طی کردم برای یادگیری خیلی از مفاهیم شاید مسیر خیلی سخت و دشواری بوده، چه به لحاظ هزینه‌ای، چه به لحاظ زمانی و خیلی جوانب دیگه که شاید اگر یک منتور یا یک راهنمای خوب داشتم در ابتدا خیلی از هزینه ها رو نمی‌کردم، زمانم خیلی کمتر تلف می‌شد و سختی‌های خیلی کمتری میکشیدم تا به اینجا برسم. اما میخوام در طی این ویدیو نقش همون مشاور رو برای شما داشته باشم که بهتون یه سری توصیه ها بکنم که بتونید راحت تر تو این مسیر گام بردارید و به اون هدفی که دوست دارید سریعتر برسید. خب نکته اول اینه که باید حتما آموزش ببینید، ولی نکته اینجاست که کجا آموزش ببینیم، چه مجموعه‌ای مناسب آموزش دیدنه و چطوری میتونیم اون مجموعه رو انتخاب بکنیم. دوستان عزیزم، خب ما در مورد آموزش صحبت کردیم برای اولین نکته. ببینید توی بحث تجهیزات دندانپزشکی چند تا بعد مختلف هست که حتما باید به صورت تخصصی آموزش ببینید. مثلا دارم میگم همین اینسترومنت ها یا همین همپیس هایی که دارید به این سادگی دارید میبینیدش، خودش برای تعمیرات نیاز به آموزش های تخصصی داره که نباید تو هر مجموعه‌ای براش وقت گذاشت. چرا؟ چون دستگاه های پزشکی یا دندان پزشکی همونطور که میبینید در واقع گرون قیمت هستن و خراب شدنشون برای خودتون تبعات داره، قطعا برای رزومه کاریتون تبعات داره. پس هر چقدر که آموزش تخصصی رو بهتر ببینید میتونید از اون طرف خروجی خیلی بهتری داشته باشید. پیشنهاد من چیه براتون؟ دوستان عزیزم، برای تبدیل شدن به یک تعمیرکار خوب در زمینه تجهیزات دندانپزشکی باید چند تا سرفصل و دسته‌بندی رو شما دوره ببینید و آموزش ببینید. اولین مورد بحث تعمیرات تخصصی اینسترومنت ها یا همون هندپیس های لو اسپید و های اسپید دندانپزشکی هست که اینجا بهتون نشون دادم و یه سری ویدیو هم حالا توی پیج هست میتونید ببینید. خب نکته دوم در مورد تعمیرات الکترونیک باید در واقع مباحث مختلف رو دنبال بکنید و یاد بگیرید به اندازه‌ای که در بحث تجهیزات دندانپزشکی بهش نیاز داریم. خوبی که داره تجهیزات دندانپزشکی به لحاظ بردهای الکترونیکی به مراتب از تجهیزات پزشکی و اتاق عمل یا مثلا جنرال بیمارستانی ساده تر هست، پس مباحث الکترونیکش سرفصلاش کوتاه‌تر میشه، ولی به هر حال به الکترونیک هم نیاز داریم. بحث سوم یادگیری انواع قطعات به کار گرفته شده در یونیت ها، اتوکلاو ها و بقیه موارد هست و همچنین یادگیری انواع سیستم یونیت ها و اتوکلاو ها که بسیار مهمه و شما توی یک مطب یا کلینیک دندانپزشکی خیلی با این موارد سر و کار خواهید داشت. پس این سه تا سرفصل رو باید به خوبی به لحاظ الکترونیکی، به لحاظ مکانیکی فرا بگیرین، یاد بگیرین و تجربه کسب بکنید. نکته که وجود داره چیه؟ اینه که شما اگر بخواید هر کدوم از این سرفصل‌ها رو به صورت تخصصی در یک مجموعه، در یک شهر و به صورت پراکنده آموزش ببینید مثل خودم، هزینه براتون، وقت زیادی در واقع تلف میشه، انرژی زیادی این وسط تلف میشه که شما میتونید خیلی راحت‌تر توی یک مجموعه‌ای که کارش درسته و داره با یه تجهیزات خیلی خوب و بروز بهتون آموزش میده تمامی این سرفصل‌ها رو آموزش ببینید. بچه‌ها ما توی مجموعه مدیساز اومدیم تمامی این سرفصل‌ها رو با تجهیزات کامل در واقع پوشش دادیم و میتونید از این دوره استفاده بکنید و از 0 تا 100 تجهیزات دندانپزشکی به لحاظ بازاریابی و فروش، بحث مارکتینگ و بحث دیجیتال مارکتینگ و همه این مباحث رو پوشش میده تو این دوره که شما میتونید با گذراندن یک دوره خوب به تمامی این سرفصل‌ها مسلط بشین و در صورت تمایل داشتن خودتون یک دوره کارآموزی هم براتون در نظر گرفته شده در کنار دوره تئوری و عملی که اون هم میتونید بگذرونید تا تجربه خیلی بهتری کسب بکنید برای ورود به بازار کار و اعتماد به نفس داشتن. این تمام اون چیزی بود که سعی کردم بهتون توضیح بدم و فکر میکنم که قطعاً براتون مفیده، چون حاصل چندین سال آزمون و خطای
خودم هستش. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بود حتما برای دوستانتون بفرستین که اونا هم استفاده بکنن. لایک کنید، کامنت کنید اگر سوالی دارین و همین. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.